میگن این روغن رو می‌خرید لیتر 50000 تومان، روغن سرخ کردنی، روغن آفتاب گردون. بعد من این روغن رو میگیرم، روغن آفتاب گردون 267 تومان میشه، بالای 210 تومان برای خودم در میاد. حالا بذار اینو برات تفسیرش کنم، فقط فکر کن. 50 تومان میدی بابت این روغن، 15 تومان سوپرمارکت داره ازش سود می‌بره، میمونه 35000 تومان. از این 35000 تومان 10 تومان فقط پول زر توشه و لیبلی که میشه، میمونه 25000 تومان. از اون 25000 تومان 5000 تومان ویزیتوره کورسانتشو میگیره، میمونه 20000 تومان. از 20 تومانه شرکت باید 10 تومان سود کنه که بتونه از پس مخارجش در بیاد، میمونه چقدر؟ 10000 تومان. قضاوت با خودتون، بازم برین از اینا بخرید بخورید. ولی یه خواهش، به فرزندانتون نگید